این خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای به مادر شهید زین الدین این جمله رو گفتن که پدر آیت الله خامنه‌ای وقتی که ازدواج اول کردن و همسرشون از دنیا رفتن، زن دوم گرفتن. پدر آیت الله خامنه‌ای اسمشون آیت الله اسد جواد خامنه‌ای بود، در مشهد مسجد ترک‌ها امام جماعت بودن. این خانم یعنی دختر آیت الله اسد جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای خواهر ناتنیش گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها رو از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام اعظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. این داستان رو نقل کرد. این تموم شد. رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. این رمز موفقیت ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده. ما رو همیشه عمرمان در سنگر دفاع از امیرالمؤمنین و مقام معظم رهبری و هر کس که یار علی است موفق و مؤید بدار.